بعد از اینکه گزینه رزرو رو زدیم شما وارد این صفحه میشین. ویو پیمنت رو میتونید اینجا بزنین. این رفرنس آیدی رو شما نیاز دارین برای پرداختتون. اینجا توضیح براتون داده که چه کار بکنین. داخل اون سایت مرکز میتونین بشین و این رو پرداختیش رو انجام بدین. من قبلا باهاشون مکاتبه هم کردم. میتونین اینجا کلیک رو که انجام بدین وارد این صفحه میشه. این اون صفحه‌ایه که شما باید برای ایرانی کارت ارسال کنید. یه دوباره اطلاعاتتون رو اینجا میزنید، آیلتس تیکتون رو میزنید، کامپیوتر رو انتخاب کنید. نگرانم نباشین، یه موقع اینجور چیزایی رو اشتباه کنین اصلاحش میکنم، ولی خب سعی کنید درست وارد کنید. تاریخ دقیقی که انتخاب کردین رو میزنید، کاندیدیت نیم، اسمتون رو کامل میزنید، ایمیل رو حتما درست بزنید، کاندیدیت و پرومو کد. این پرومو کد همونیه که اینجا برای ما اینجا هست. این رو توی این قسمت وارد کنید حتما که بعدش میتونید پی آنلاین رو بدین. خودشون این ایرانی کارت هم میدونن پی آنلاین رو انجام میدن، پرداختش انجام میشه و تمام.